دستگاه پیراشکی گرم کن، سمبوسه گرم کن، حالا هر چیزی که از لوازم فست فود بشه مدتی گرم نگه داشت داخل این طبقات جا میگیره. 3 تا طبقه است. به این طبقه پایین سینیه، وسط، بالا. دستگاه خود پک کامل کارگاهیش به شما تحویل داده میشه. با سینی نیست، یعنی سینی رو باید به صورت مجزا تهیه کنی بذاری داخلش. سایز دستگاه طولش 70 سانته، عرضش 58 سانته که حالا با پخی شیشه‌ای که داره حدوداً 60-62 میشه. ارتفاعش هم که از زمین تا بالای کار، یعنی از زمین از پایه 60 سانته. درجه تنظیم درجه داره، شیشش به صورت فشاری جلو عقب میره. حالا چسب اینجا هستش نمیتونم باز کنم. 2 تا طبقه داره، کف هم یه طبقه میتونی بذاری. یه المنت سرتاسری و ترموستات هم روشه. عموما تا جایی که بنده اطلاع دارم ترموستات و المنت لعران روی اینا استفاده میشه یا اتحاد، هر جفتش ایرانیه. شیشش هم 5 میله. علی حال یه کار مناسب، خوش قیمت و ارزون. تیپ کارم که مشاهده میکنی.